درود بینندگان عزیز، ادامه تجاوز روسیه به خاک اوکراین، محدود شدن سفر مردان از روسیه و تشویقات برای گرفتن شناسنامه روسی و رفتن به جنگ نگرانی ها را در میان مهاجران تاجیک زیاد کرده است. این موضوع از آن جهت مهم است که هزارها شهروند تاجیکستان در عین زمان شهروندی روسیه را هم دارند. از جمله در 3 ماه اول امسال حدود 45,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند. مهاجران درباره خدمت در ارتش روسیه، رفتن به جنگ ضد اوکراین و اینک درباره محدودیت سفر از روسیه از ما میپرسند. برای پاسخ گرفتن به سوالهای شما به صحبت دلربا صمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی آمدیم که سالهاست به حفظ حقوق سربازان و دعوت شونده ها مشغول است. خانم دلربا، تشکر که برای ما وقت جدا کردید. تاجیکستان و روسیه میان هم نظام دو شهروندی دارند. نخست میخواستم از شما پرسم که در این سازشنامه درباره خدمت حربی مشخصاً چه مقررات ها پیش بینی شده است؟ این سازشنامه یک چند مسئله هایی که بین شهروندانی دو شهروندی داشته به وجود می آید روشنی انداخته است، از جمله خدمت حربی. در این سازشنامه گفته شده است که شهروندانی که دو شهروندی دارند در همون منطقه، در همون دولتی که جای دائمی بوده باش، یعنی جای دائمی زیست به قید گرفته شدند، در همانجا به خدمت حربی دعوت کرده می شوند. اینچنین هر دو دولت بلیت حربی سربازانی که خدمت کردن اعتراف میکنند. یعنی اگر شهروندان در تاجیکستان خدمت حربی را تمام کرده باشند، در روسیه و برعکس نباید که به خدمت دوم باره دعوت کرده شوند. ماه ینوری سال 2021 در تاجیکستان قانون نوی خدمت در ارتش قبول شد که بر اساس آن جوانان می توانند با پرداخت مبلغ معین و خدمت 1 ماه صاحب بلیت حربی شوند. یک کاربر رادیوی آزادی پرسیده است که شخصانی که دو شهروندی دارند اگر در تاجیکستان دوره 1 ماه خدمت را به انجام رسانده باشند، آیا در روسیه آنها را دوباره به ارتش دعوت میکنند؟ نفرانی که برای خدمت کردن در همین قوای در نوی خدمت حربی یعنی 1 ماه پس از خدمت بلیت حربی میگیرند. همه آن نفرانی که علاقه بلیت حربی گرفتن، آنها در قوای مسلح روسیه به خدمت دعوت کرده نمیشوند. لیکن در بعضی حالت ها، مثلا یک پسرها یا اینکه پدرانی که 2 و زیاده فرزند دارند، آنها معلوماتنامه گرفته میتونند. یک پسرها بلیت حربی نیو معلوماتنامه میگیرند و این نفران علاقه دارنده بلیت حربی اعتراف نمیشوند و آنها را میتونند که به خدمت در روسیه دعوت کنند، چون که قانونگذاری روسیه برای یک پسرها آزاد شوی یا که به تاخیر انداختن مهلت دعوت را پیش بینی نکرده است. خب یعنی نفرانی که در تاجیکستان دوره 1 ماه خدمت حربی را انجام رسانده صاحب بلیت حربی شدند، آنها را در روسیه به ارتش دعوت نمیکنند، ولی آنهایی که یک پسر هستند در تاجیکستان ممکن است در روسیه به خدمت دعوت شوند. بله درست. هفته گذشته پارلمان روسیه قانون را قبول کرد که بر اساس آن سفر مردان سن دعوت از روسیه به خارج محدود می شود. بعد قبول این قانون چندین تاجیکستانیان که همزمان شهروندی روسیه را دارند به ما نوشتند که سفرشان به خارج محدود شده است و طریق نظام گاسوسلوگی در این باره آگاهی گرفتند. یعنی اکنون شهروندان تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه را دارند نمی توانند روسیه را ترک کنند. عموما قانونگذاری روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین تغییر داده شده است. چنین کودکس جنایی هم تغییر داده شده. نفرانی که به خدمت حربی حاضر نمیشوند یا اینکه دستکشی میکنند، سرکشی میکنند از خدمت حربی، به جوابگری جنایی با شدت‌تر کشیده میشوند. شهروندان سین دعوتی که به واسطه گاسوسلوگ دعوتنامه را گرفتند، دعوتنامه برای حاضر شدن به خدمت و باید که در مهلت 5 شبانه روز به همون کمیسریت حربی جای استقامت دائمیشان حاضر شوند. آنها علاقه عهدهداری حربی را دارا هستند. آنها جای دائمی استقامتشان روسیه است و در اساس قانونگذاری حربی روسیه باید که به خدمت حربی دعوت شوند. برای همین وقتی که آنها علاقه دعوتنامه را گرفتند، باید که به کمیسریت حربی روند در روسیه. در قانون نوی روسیه که هفته گذشته قبول شد آمده است شخص دعوت شونده باید در دوام 5 روز از لحظه گرفتن دعوتنامه با الکترونی به ریاست مهاجرت وزارت کار داخلی روسیه حاضر شده شناسنامه خارجیش را سپارد. این دعوتنامه چون گفتم میتواند الکترونی باشد. توصیه شما به تاجیکستانیانی که همزمان شهروندی روسیه را دارند و حالا در روسیه به سر میبرند چی است؟ در چنین شرایط باید آنها چیکار کنند؟ عموما به غیر از شهروندی شرط دیگری اساسی، شرط حتمی این داشتنی باید که در همون جای در روسیه به قید گرفته شده، یعنی پروپیسکا که میگویند،
جای دائمی استقامتشان و به قید گرفته شدهشان این روسیه باشد. تنها شهروندی باشد و جای استقامت دائمیشان تاجیکستان باشد یا دیگر دولت باشد، آنها را نباید که به خدمت دعوت کنند. لیکن اون نفرانی که علاقه شهروندی را دارند در هم روسیه استقامت میکنند دائما، یعنی به قید گرفته شدند، پرپیسکا شدند، باید که پس از اون که دعوتنامه را گرفتن آنها عهدهدار میشوند که به همون جای دعوت شده حاضر شوند. و اگر یگان سبب‌های عذرناک نداشته باشند، مثلا کسلی یا که سفر از بیرون از دولت کردن یا که در جای نو کوچیدن، در دیگر شهر کار میبرند، اون وقت باید که با همون دعوتنامه الکترونی حاضر شوند. بعضی مهاجرانی که شهروندی روسیه را ندارند میگن که در وقت گرفتن پتن یا با قیدگذاری مقامات روسیه آنها را دعوت کرده تشویق میکنند که شهروندی روسیه را برای آسان قبول کرده بعد از این به جنگ روند. همچنان که گفتم در 3 ماه حدود 45,000 تاجیکستانیان شهروندی روسیه را گرفتند. در صورت قبول این پیشنهاد، گرفتن شناسنامه روسیه و نمیدونم رفتن به جنگ، چه عاقبت‌های حقوقی برای مهاجران در انتظار است آنها را؟ عموما ما باید که از خاطر نبراریم که این جنگی ما نیست. دو شهروندی البته این یک اقدام نیک برای آسان کردن مهاجرت، برای آسان کردن حجت گذاری، پتنت گیری و دیگر چیزها بود. لیکن من باوری دارم که یگان مهاجر ما، یگان شهروندی ما نیت یا اینکه امید نداشتن که در جنگ اوکراین و روسیه هم آمیخته میشوند. این جنگ ما نیست و ما تا تونستن باید که از اون دست کشیم و دستگیری نکنیم، اشتراک نکنیم. شهروندانی که تشویقات میشن، تقریبات میشن، در حقیقت در شبکه‌های اجتماعی دیده میشود که میخواد پیشنهادها هست، نباید که این پیشنهادها رو قبول کنند، چون که اگر شهروندی رو برای آسان شدن قبول کنند، معنای آنها دارد که روسیه منفعت دار است که آنها رو در جنگ استفاده کند. جنگ البته برای هر دو طرف بد است، میتوانند که هلاک شوند، رایه‌دار شوند. به غیر از این شهروندانی که من چقدر گفتم شرط اساسی این داشتن شهروندی و داشتن جای دائمی استقامت یعنی پرپیسکا در روسیه می باشد. اگر همین شرط ها رو، طلبات ها رو اجرا نکرده، شرطنامه بسته، با خواهش خود و جنگ رفته، نوابسته از کدام طرف اشتراک کنند، روسیه یا اوکراین، آنها رو همچون زرخریدان نیامنیکو به جوابگیری جنایتی در تاجیکستان در اساس ماده 401 کودکس جنایتی به جوابگیری میکشند. و البته باید در نظر داریم که بغیر از شهروندی و به قیدگیری یعنی پرپیسکا باید که حتما سلامتی آنها کافی باشد، نه اینکه از خواهش دولت روسیه برای جلب کردن شهروندان تاجیکستان به ارتش یا اینکه خودی خواهش شهروند بود که حتما سلامتی و قابل خدمت حربی باشد. تشکر زیاد برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور میشم که همصحبت ما بودند دلرباز حماد و رهبری تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی. تشکر که تا آخر ما رو همراهی کردید. اگر در این باره سوالی دارید می توانید به ما نویسید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.